کلمه دولت با کلمه جنگ یکسان است. دولت زندگی فردی و محلی را در هم می‌شکند. تمام حوزه‌های فعالیت انسانی را تصرف می‌کند. جنگ‌ها و مبارزات داخلی خود را برای تصاحب قدرت به ارمغان می‌آورد و با انقلاب‌های سطحی ظالمان را تنها جابجا می‌نماید. از این رو الغای دولت وظیفه‌ای است که بر دوش یک انقلابی گذاشته شده است. بنایی را که بر اساس چندین قرن سابقه تاریخی برپا شده باشد، نمیتوان با چند کیلو مواد منفجره ویران کرد. در برابر هیچ مرجعی هرچند محترم باشد تعظیم نکنید. هیچ اصلی را تا زمانی که عقل ثابت نکند قبول نکنید. در مقابل بی‌عدالتی و دروغ و یا رنجی که به دیگری تحمیل می شود قیام کنید. در تمام جوامع حیوانی همبستگی یک قانون طبیعت است. بی نهایت مهمتر از این مبارزه برای هستی که فضیلت آن را بورژواها در هر گروه کر برای ما می خوانند تا بهتر ما را تحمیق کنند. رقابت همیشه مضر است. متحد شوید، همیاری را تمرین کنید. این شعاری است که بوته‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها به ما دادند. این مطمئن‌ترین راه برای دادن بیشترین امنیت، بهترین ضمانت وجود و پیشرفت فیزیکی، فکری و اخلاقی است. آزادی‌ها داده نمی‌شوند، گرفته می‌شوند. منشأ ثروتمندان بدبختی توده است. بدون اولین فقیر میلیونر وجود نمی داشت. تنها راه منصفانه برای تقسیم محصول کار مشترک، تقسیم بر اساس نیازهای هر فرد است. از هر کس به اقتضای توانش، به هر کس بر حسب نیازش. زندان‌ها دانشگاه‌های جنایت هستند که توسط دولت‌ها نگهداری می‌شوند. به جای عبارت بزدلانه اطاعت از قانون، فریاد ما شورش علیه همه قوانین است.